امروز اومدیم به دانشگاه خصوصی هالت تو قلب لندن، دانشگاهی که فقط رشته‌های بیزینسی رو فراهم میکنه و در واقع یکی از بهترین دانشگاه‌های بیزینسیه که توی کل نقاط مختلف دنیا شعبات مختلف داریم. بیاییم با هم بریم تو ببینیم چه خبر. مجموعه هالت رشته‌های بیزینسی که ارائه میده شامل مدیریت بازرگانی، کارشناسی ارشد 1 ساله بازرگانی، MBA جهانی، MBA اجرایی و دکترای حرفه‌ای در واقع بیزینس هست. این در واقع حالا جایی هم که هست خیلی خوشگله، حالا الان بهتون نشون میده. و اینکه معمولا وقتی که مهمانانی دارن که گفت تقریبا توی هر ماه سرفصلی 2-3 تا مهمانی داریم که میاد برامون، مهمانانشون میاد اینجا، بعد گاهی 2 تا کلاس رو اینجا ادغام میکنن برای کارهای گروهی دیگه، خلاصه که جذابه دیگه. الان داشتم راجع به اعتبار و رتبه بندی هاشون میخوندم که خیلی بامزه است بگم که MBA جهانی هالت در میان 100 برنامه برتر جهان توسط در واقع فاینانشال تایمز رتبه بندی شده و اینکه برنامه آنلاین MBA جهانیشون هم تو سال 2024 توسط مجله CEO رتبه 2 کسب کرده که خب به نظر من خیلی رتبه خوبیه. و اعتبارهای دیگه‌ای که دارن این که 3 تا اعتبارنامه بین المللی دارن، AACSB، AMBA و EQUIS که در واقع AACSB مال انجمن پیشرفت مدارس بیزینسی هست، AMBA هم مال انجمن MBA هاست و EQUIS هم مال سیستم بهبود کیفیت در واقع EFMD که خب همه این اعتبارنامه‌ها باعث شده هالت توی یک رتبه جهانی قرار بده که خب خیلی جذابه اینجا شما برای بیزینس درس بخونید. خب یه چیز جالبی که اینجا داره و من خوشم اومد اینه که شما وقتی در واقع مارکتینگ رو بردارین بخونین، وقتی که خوندین تموم شه، واقعا بیزینس های واقعی میان اینجا مشکلاتشون رو ارائه میدن، بهتون 5 هفته وقت میدن که اونا حل کنین. که گفت اینجا وقتی که میان اینجا میشینن میگن. و اینکه گفت دولچه گابانا یک طرحی داده بود که یه سری پروداکتش رو میخواد تو آمریکای لاتین ببره، به مشکلاتی خورده بود که اومدن اینجا ارائه دادن و در واقع دانشجوها باید اینو حل کنن. یعنی اینجا فقط درس خوندن نیست، در واقع بهتون یاد میده که چجوری واقعا توی دنیای واقعی کار کنین که این خیلی به نظر من نکته خوبیه، چون خیلی جاها فقط شما میرین درس میخونین، وقتی میایین بیرون توی دنیای کار اصلا میبینین چقدر فاصله داره با در واقع اون چیزی که خوندین. خیلی خوب بود، خیلی. اتاقای جلسه زیاد دارن که بچه‌ها میتونن جمع بشن، بعد ویدیو هم میتونن بگیرن که اگه چیزی یادشون رفت، چون گاهی اوقات هم مثلا استادشون ازشون میخواد که اصلا ویدیوشو بیارین ببینم به چه نتیجه‌ای رسیدین. خیلی خوبه. بنابر قانون UK هر دانشجویی حق داره 20 ساعت کار کنه که خب غیر از حالا اینکه هزینه‌های زندگیش در بیاره تجربه کنه و این خیلی خوبه که اینجا این امکان هست که بچه‌ها بیان تو این در واقع اتاقا کارهایی که برای حالا کارآموزی گرفتن یا از هر کار دیگه گرفتن انجام بدن. بعد قشنگیش همینه که قشنگ معلومه واقعا یک کارخونه قدیمی بوده و این خیلی جالبه. کافی شاپه که برای در واقع با خود دانشجو داره میشه و کسایی که اینجا کار میکنن در واقع دستمزد میگیرن، حقوق میگیرن، تجربه کاری هم براشون محسوب میشه کما که تو دانشگاه خودشون هستن، بعد دارن در واقع برای دوستاشون کار میکنن. خیلی قشنگه. میدونستین هالت بورسیه تحصیلی هم میده و مقدارش در واقع کیس با کیس متفاوته، همه چیز بستگی به شرایط و پتانسیل دانشجوها داره که حتی ممکنه شما بتونین کل هزینه‌هاتون رو بورسیه بگیرین.
پس خیلی نگران هزینه هم نباشید. خوابگاه دانشجویشون هم نزدیکه، یه دونه این وره یه دونه هم این ور و به نظرم خیلی تراس کیوت با نمکی دارن. البته گفت یه دونه بزرگترم بالاست که میریم میبینیم. Thank you رفا. چه تراس جذابی دارم واقعا. از مهمترین ویژگی‌های مجموعه هالت بخوام براتون بگم اینه که دانشجوهای اینجا این امکان رو دارن که توی شعبات مختلف هالت توی دوره تحصیلیشون تحصیل کنن و تجربه کنن. هالت توی لندن شعبه داره، توی در واقع بوستون و سان فرانسیسکو و نیویورک امریکا، توی شهر دبی امارات و شانگهای چین که خب به نظر من خیلی ارزشمنده. از اون طرف یه ویژگی خیلی خوب دیگه ای که دارن اینه که یک مسابقه سالانه ترتیب میدن برای دانشجوها و دانشجویی که به یک راه حل مفید برای حل اون مسئله اجتماعی که در واقع هالت مطرح کرده برسه 1 میلیون دلار جایزه میگیره که فارغ از این جایزه نقدی خیلی خوب در واقع انگیزه برای اینکه بچه‌ها بتونن یاد بگیرن چجوری از رشتهشون به صورت کاربردی استفاده کنن. خیلی عالیه. من که دلم خواست بیام اینجا درس بخونم. شما چطور؟